چی؟ نه نیم کجی مادر کجی کینی تو کجی چه کار بابا بکشتی به بابا تو مال غیخ بکشی تو غیخ کشیدی نشنیدی تو اینجا نرم شدی بالا خی کجا بیدی؟ بگذار بابا ایلا اشته خونه که خواه بدی ها بابا خیلی خوب بچه جان کمپالا بکشتی باره خواه شد تو مقدار غیخ کشیدم نشنیدی نه بابا نشنیدی ای بابا کن مادر تو بچون برفتم با بازار کمکی خیلی تپید بخرم به تا خونه با بازار؟ با بازار کی را با بازار؟ صبح رفتم صبح رفتم؟ تو چی میگی؟ ساعت 2:20 دقیقه؟ ها دیگه بابا همین ساعت 10 و نیم بیجا برفتم این خور با زیر یک موتاره که به خیر خوشی چری بابا؟ این مرض ماست با بازار چی ماست یک برفتم کمکی چیز میجای بخرم بعد که چیز میجای چرا تو خود خونه بود چرا با من نگو خب به خونه ایش کس نبود و بستادم خب چرا با من نگو که مستندم اصلا بزو چی ربطی داره چون بابا خبر ندارم به کی زنگ میزنی؟ با مردشی ششته ما مردشی نداریم بابا بخونی خود مادر تو میگم کسایی که گوشی و بغ میخورن بعد من نمیشنوم الو کجا کی به کجایی تو به جاده لیلمی چی مرگ مفاجر می چی مرازه می همین تا تیز میای هیچ مرگی نمایا نستونی همین تا زودی تیز ری به سلام میای که اگه بیا آمدم همین دیگه نیاد تو تلنگ میدم که بزیل می تلرا دیروری بیا خودتو کار میزنم بیا بابا تو در جاده لیلمی تلار با کجایه بیا تو بیا در جاده لیلمی غیر اساس شرخه دیگه به چیزی جاده پیدا لیلمی نمیشه میایه خیلی خنوکه کجا میری بابا همین تقلقلوی نکن همین تعصب خیلی نکن همون ترگنجور کده چی بابا خودت میخوام اینجا نرو بابا چی نگو صدا نگو بابا صدا نگو بابا 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 جان من دقیقه میدیشتی که چیز خیلی میشون بابا که این ساعت خیلی بابا جو چی صدا داشتی تکوشی آخه زنگ زده کجا بدی تو؟ بازار بودم دیگه کی رفتی بدی بازار؟ نمیده دفعه 4 بود صبح بود دیگه بچه گفتم یک سیت بره بچه برا خو بگیرم دمی که با تو زنگ زدم 2:20 دقیقه بیدگ حال 20 دقیقه بمونده به 4 خب 2:20 دقیقه 20 دقیقه به 4 خب به چی کار رفتی بدی؟ کار داشتم کم چیزی آره کار خرید داشتم کردم. دیگه. به چی استوندی؟ یک سیت بره بچه برا خو گرفتم سیت خب. چلگی خواه همین چیز مزایی بگرفتم خب آدم ماریم بزنی نه زدن خب من از تو میپرسم گوش وانه کن دیگه اینا گرفتم گوش کن تو متحد مقبولی الله گردن بابا فکر اشته بچه بابا خوشحال شده شما سیکونی همه جیغ اشتلوکسی میکشی هنی پتو بده شما گرفتم اونو که پتو گرمیه وردار وردار اینا چه؟ وردار جمع کن اینا رو به کی گرفتی وردار نگم اینا وردار خراب میشه آخه چه دیده میکنه شما اینا رو وردار رنگ نخونه خود به دیکندارا نشون دادی ها از تو گرم شدی که صدا تو دیکندارا بشنوم
50 پا خورمده کندارا نشون دادی. برو بر جلوی دید برو. پا میزنه. با من چی آوردی تو؟ اینا چی خیرت پرت جل کنه با من جمع کردی؟ یا پیار مکلونتر شده تو موتر رفتی بزی خریدی. اینا رو با کی خریدی؟ به تو کی گفته؟ آخینا بسر پول خورده چه نجدیده میگه. اینا رو با کی خریدی؟ ای برای شما خریدم. من نمستم. من رو میگم میگه که یخ میزد. توی با تو نگفتیم به اجازه بکش به بازار نرو. خب آن ای به شما گرفتم به مجلس جای میریم خوب چیز. پس کوی را پیش من پس کو. آخه من برفتی که رنگان خونه به دکنداران نشوندی. 50 خور به دکنداران نشوندی. آرایشا تری خور به دکنداران نشوندی. تو از ساعت 10 بجه برفتی حال 4 بجه چه چی برگم فاجام استی؟ خب من کار اشتباهی نکردم. خب رفتم بازار رفتم چیز میزه به کار. اشتباه نکردی هنوزه. ها اشتباه نکردی هنوزه. چه میکنه شما؟ من فقط کار کردم چه میکنه؟ من کار کردم بعد به شما جمپر خریدم به توی خریدم. من کی گفتم برو تو به بازار به من جمپر بخر بی اجازه. برگم شتا برو بلد مدار خو. بی اجازه زنه که به بازار برای زن به درد خودی میخوره به درد خود تو میخوره. تو اجازه نمیگیری میری به بازار رنگان خون خور به دکنداران نشون میدی. تارو آرایش کرده خور قطع قیافه خور به دکندار نشون میدی. من به تو جمپر خریدم. من خود نمیتونستم برم به خود جمپر بخرم که تو خریدی به من. این لافتیه با برمه چیزیه می جمپری نیه. میخندم با مردم اگه به میبرم به مجلس برم یا به جای کو مجلس. شهر یا خوب چیزیه. زنی که به اجازه اشوخ و اجازه نگیرون و زیر موتاری بره بخیر. چی گیری کرده ما؟ اما هرچی بزو میگم بی اجازه خب سرا پیار خوناری به اجازه ما از ساعت 10 بجه برفته برادر اسلام. تو چرا نگفتی به مادر خو؟ من چی خبر داشتم؟ مرگ چی خبر داشتم؟ آخو چه گریه نگاه خدا نگاه بینه. هنو میدم پیار خو. هنو گوشی بابا بگیرین که تو ماد بابا خواه رو بزده. بله دختر چه چرا گریه میکنی؟ با گیلکتور بزده. چی خاطر زد تو؟ خاطر بازار رفتی بدی؟ بعد اجازه نستونی بیدادی. همزن هم که بدون اجازه شوی خوبه شوی آدم میزنم آده بادم. حالا من چه کار کنم؟ یعنی بیدم با گیلک بگم چه بزده دختر من؟ خب والا خود خونه خانه میای. خداحافظ. بابا چی گفتم؟ بس واسه برفته بدون اجازه برفته به بازار رفت. میگم خب گناه گیلک هم نیه دیگه. زنه که به اجازه بره مگه هم اجازه بگیره. حالا ما برم بزن چی بگم؟ خب شما ملامتی نگه بریم پیشی. و نه حالا ما برم چی بگم بزن؟ نمیگه که زن بدون اجازه می رفته به بازار. میگم اشتنه یعنی پیانو لکوکو آنو میرم سر گیلک اینا. خدا میرم. مادر شما چرا کار خوبه نکردیم به پیار من نگفتیم رفتیم بازار؟ چه کار کردم؟ این کار گنده نکنم. برفتم به گنده جول برفتم کود خریدم. به خود جمپر خریدم. برای اینا میگفتیم میرفتیم. زمستان رو به خلاصید یک جمپر به من استونده بودم. من خونه که بمردم. برفتم به خود جمپر خریدم. از اونها اجازه میگرفتیم. یالا سلام بابا. تو خونو که خونه شو اشتو خونو که دیگه میتونه 20 سلیقه گیری گیلاکه. با چی خاطر زدی تو؟ بابا خوب گوش کنین چی میگم. خب
اولا که امی بی سلیقه‌ای گری ازش سعی کنم تا امی خونه زمستون تا حال من به فکر کرسی من اگه نشم پس کی میشه؟ به فکر یک چیزی به خونه نشم من کی میشه؟ من به بازار رفتم به خدای گندجول میره به مجلس جای میره دل میخواد خودی امی کمپل کنه که به دورین فقط کمپلا گدار میمونه به دور برین این میره خودی هم میره به مجلس ها میره به خدا شان زمستون به خدا یک جمپر جاکت خود من ندیشتم برفتم به خوبستون کارگندی کردم مگه بابا اگه دیگه بار میکنم امی الا که یا شور بینمک بشه خلاص دیگه چپه کلات کو کجی؟ مگه چیزی نیم دیگه به خدا بابا بلند شدم خواه خبر سلا کو اگه سلیقه میدش بابا کو که برم شب زمستون کو همی کرسی از کو هم بخیری ازی مگر کمپلا رو دیگه برخواب بابا سلا خوده این چه زنده شده به خدا بابا خسته شدم از زندگی دیگه این چی حاله دختر من ملامت کردن نمیتونم تو را ملامت کردن نمیتونم همدمی که با بازار میری همدمی که من بازار میرم برای بگو من می تو جای میرم خب نگفتم دیگه کافر که نشدم دیگه که نگفتم خب خودم نمیفهمم به خدا بابا هیچی نمیفهمم به مسلنی به خونه نمیفهمم نی به سلیقه نمیفهمم بابا من چیکار کنم به خدا خسته شدم دیگه باشی بیا خود گپ میزنم یعنی بابا خب جلو از این بگیریم نمیگیریم دیگه به خونه هم دیگه نمیایم اصلا به خونه شم دیگه نمیایم پیار به چی روزه به درد میخوره دیگه بابا خب من خود گپ میزنم باشی بیا یک دفعه بیا ما بابا بیا باشه که با من نزنه بگیم دیگه نه سلام نیم علیکی به یک کلمه گپ با زنگ زدی به پیار خو مجبور کردیم مرکز زنگ کاکا خسرو یک چیزی به شما میگم بگو اصلا شما و خشوم دختر تربیه نکردیم خود تو انگه پاخ بگو تو همین من میگم تربیه نکردیم اگه دیگه شور میکنه لبزو گپ میزنه زنگ میزنه فکر کرده شما یا مادر میای راست میگه حالا برفته بی اجازه شما زن خود پیرزال شده خشومه پیرزالیه شما اینقدر رسی بگیم از این ساعت 10 بجور ری میکنی تا به ساعت 4 بجور نمازدگر با بازار خب ها حالا حساب بکن من یک چیز دیگه من تو میگم گیلا این شب زمستونیه به می خونه تو 100 طاقت نمیکنه کی خب این گناه منه برق نباشه گناه منه چرا کرسی زمان من 300 روپیه گناه منه خب پس چیکار میکنی ها همین تو زندگی من میگه همیشه من زندگی دیگه چیزیه این که شما مردم کرسی که داشته ای بیلا شما من یک چیز گفتم قلقله نه مغز سرمون رو میخوردی فقط هم جخشی تو یک کوچی بتونستن گناهکار شده نمستم من نمیتونستم برم بستونم خودکوتی خود چه نستونی نه خب میفهم که نمیستونی خود نمیستونی با من بگفته تو سختی تو لجوجی نه نمیگه که با من نمیشد که با من بگم من میرم به بازار که سودا بخرم همین یک اشتباهی بکرده یا بچه خور میبود یا من میرم همین یک اشتباهی بکرده خب همینه دیگه من گناهکار شده مامور به دست من میرسید دیور همیتا به دیوال میزدم بابا تو نزدی به دیوال کوچکترین کار فقط بزن هم به کوچکترین کار همیت سر صدا از من نگیم شهرم که به دختر خو بگیم هم نامرم صدا از این میشنوه گپ از این میشنوه رنگان خون از این میشنوه لبسدین از این میبیند آرایشات میبیند اونا نداره میگو تو کی رفتی به همین چیزی بهم خونه استوندی که دختر رو قبول نکرده بابا سردل شما چی سردل داره که خودش ما گرد زنه این کار بیا بشی کجا میری من سردل ندارم خود شما گپ زنم حداقل هم گپ گوش بگیری گوش بگیرم این شب زمستون سکو خونی از سکو زندگی از سکو با گپ پیار خوب مادر خوب میگم بیاید خودش ما گرد زنه نمیشه بابا میبینین تا گپ میزنه فرت میگه بیرون این کار که نمیشه این شد همون شرم حیا نداره خب من گناه منه این شب زمستون سکو بزی خونه از اینی کرسی داره نه زغال داش مرگ نه باز همین سیاست برای کرسی سنک با توی سنک هم با داده فخان میکنه بس که برام شما پیاله چای هم بیارم چی روزه چی زندیه این پیار میکنم میشه دیگه گپ پیار میکنم نگاه میگیرم میره همون فکر نمیکنه با تو کرسی سنک گناهکار کنه شده با تو پتوی سنک گناهکار شده